تصویر منو داری عمو جعفر؟ چی داره؟ میگم تصویر منو داری؟ آره داره. ببین چه جنی شده. آره خواهشم تصویر تو درست کن. خب درست کردم. سلام علیکم. سلام علیکم. الان شد. دفعه من الان تصویر رو ندارم ولی چی شد؟ تصویر تو رو ندارم. منو نمیبینی عزیزم؟ نه به خدا پایین بودم میدیدمت، اینجا نمیبینمت. باشه. میدونی چیه؟ باگ تصویر از تو هست یا من هست؟ تصویر من برای خودمه. چرا روزرسانی کن درست بشه. 100 تا روز رسانی کردم درست نشده عمو جعفر. تازه هم بسته بازش کردم همین. آخ شد. هیچی. اینجا شارژریم افتاد عزیز دلم. در یادم و میگردم کسی نمیدونه دردم، ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم. چه خبر عمو جعفر، خوبی؟ والله این روزها دلم گرفته به خدا. الهی قربونت برم من، چرا دلت گرفته؟ مگه تو به این خوشقلبی، مهربونی، نانازی باید دلت بگیره آخه. دلت هزار تا گنجشکه. نه، دل من واقعا میدونه چی میخواد. دلت چی میخواد؟ به روز دل من رسانی میخواد. نه اون آفرین روز رسانه میخواد. اون میخواد که میگن من میخواهم بهشت و این دنیا ببینم. مثلا میگن زمان عجب خوبی کنی بری بهشت، حوری ها میاین دور برت را مثلا پر میکنن. میدونی؟ دروغ میگن، همینجا حوری پیدا کن، اونجا حوری نیست. منم میخوام کلا که 120,000 تا حوریه، میدونی به ماها نمیرسه. منم میخوام که مثلا اگه خوبی کردم خدا تو این دنیا برایم را مثلا حوری ها را بیاره، مثلا از چشمم ببینم دور برم حوری باشه برقصن مثلا بخونن تا دل من باز شه. اینجوری. آها این دنیا. آره این تو الان مثلا بخون من حوری نیستم، تو بخون من میرقصم دلت باز شه. اینجوری تو مجازی نمیخوام که تو نزدیک میخوام. تو واقع جعفر تو باید بری ترکیه، بیان رو میزت برقصن. واقعا راست میگی تو خدا، راست به میگی. خدا اگه تو نمیخوای تو مجلس کسی برات برقصه دورت هم بخوای بیاد، خب اینجوری رقصنده باید بیاری کنار خودت، ولی بری کلاب، تو کلاب یه عالمه برات میرقصن. دل من خیلی پره، دل من خیلی پره. الهی بگم دلت پر نباشه. پاسپورتمو گرفتم، انشالله میرم ترکیه. میرم کنسرت ها. کنسرت کی میخوای بری الان؟ میرم شانسی، میرم هرچی میآید بیاید. هر چی گیرت بیاد میری. آره تا من فارسی صحبت میکنم برای اینکه عمو جعفر با من صحبت میکنه و من فارسی زبانم، ترکی بلد نیستم، برای همین عمو جعفر لطف میکنه من میام تو لایوش هم میشه با من فارسی حرف میزنه. تو عزیز من، هر وقت اومدی لایو قربونت خودتی. برم، تاج سر منی عمو جعفر. این رفاقتمون چند سال است عزیزم، عزیزی واسه من. تو کجای تهرانی میشه بجی؟ کجای تهران؟ پونک اومدیم، پونک. عزیزم تو دلت چی هست؟ غذا.
تو دلم غذا عمو جعفر. غذا میخوای یا چی میخوای؟ چی میخوای؟ نه غذای چی غذا دارم تو دلم. اونجوری نمیگم که مثلا منظورت اینه که عشق دارم؟ منظورت اینه که نه همسر دارم؟ نه مثلا میگم که دل تو رو من چه آرزویی دارم؟ یا دل تو چطور میخوای که چی میخوای که دلت را خالی کنه اینجوری؟ آها عقده دلمو، یعنی فهمیدم چی داری میگی، متوجه. مثلا من دلم الان چی میخواد؟ من دلم میخواد 25 کیلو یهو لاغر بشم. من اینطوری دوست دارم. مثلا دل من اینو میخواد، یهو یه ضرب بخوابم 25 کیلو ازم کم شده باشه. میخوای کم بشه یا بیشتر بشه؟ کم بشه. مگه الان گت گوارت چنده؟ الان 70م، 25 تا بیام پایین بشم 55 تا. میشه پا بشی ببینم؟ من کارشناسم ها. جعفر تو لایفت منو بلند نمی کردی شیطون. نه اینجوری نه، میخوام ببینم هیکل تو. یه دور بزن عزیزم. ماشاءالله به خدا خیلی خوبی، به خدا. حیفه تو دست نزن. جعفر یه دور دیگه اگه میخوای بزنم. اگه با هم باشه 1000 دور بزن. وقتیش میبینم روحیه. جعفر یه دور دیگه ما میچرخیم پاستیگار. تو رو آهسته آهسته بجرد. خوب ماشاءالله الان خوبه. الان قد چنده؟ ماشاءالله قد چنده؟ قدم 1.64. فکر کنم تمام رنگه. نه بچه دور رنگم. به خدا میدونی وقتی که دست میزنی به ساعت بدنت، خدا هیچ وقت خوشش نمیاد که مثلا به چیزت دست بزنی، بدن دست بزنی، گرمی کنی. آفرین. من خودم پا میشم ببین همه میگن که من تصویر تو رو ندارم. من صفحه سیاه شما بالاست برای من فقط خودم رو تو تصویر میبینم. باشه اسمت چی بود؟ یادم رفته عزیزم. اسمت رها. جون به خدا عزیزم، جون دل جعبر یه جور جون گفتی اصلا اینجا بدنم لرزید. میگم لا اله الا الله. جان بگو. رها جون اندامی هستی، دست نزن. نه بابا کجا اندامیان؟ 70 کیلو به قد 1.64. 15 تا اضافی داره راحت. نه بعضی حرفا هست که اینجا وقتیشه بگم نمیشه بگم، ولی یه چیزی بگم برات. به خدا کمرت خیلی باریچه. میدونی لای دورت بگردم ایشالا باریکترم بشه کمرم. قدر خودتو بدون رهازو. شاید میدونی من یه چیزی میگم، هیچ وقت بدن عمل کنی، بدن اندامت اولی نمیشه. حیفه. آره میرن مثلا خدا عمل میکنن یا روغن سوزی میکنن یا مثلا چیز میکنن، اینا مثلا من پیش کنم اصلا درست نیست. کار درست نیست که الان که پا شدی دلم اونجا لرزید.
از اینجا لرزید. به خدا احساسم یه جوری شد که مثلا واقعا تو میتونی دل منو به جا بیاری، اصلا نرو. میدونی چی گفته؟ نمیرم. من عزیزم چی گفته لاغر هستی؟ چی گفته؟ من کسی نگفته، من میگم چاقم باید لاغر کنم همون جعفر. نرو. میگم کسی گفته برات یا چی؟ دوست پسرم گفته. به خودت زندگی کن بدبخت. این عاشقتم، به خودت زندگی کن بدبخت. چشم. آفرین. اون 5 روز 10 روز میره تو درد بدنتو میچشی. به خاطر خودت میگم. آره راست میگی، واقعا میدونم اون یه مدت هست بعد میره، بعد من درد بدن. نه بابا، من بسته اعتماد به نفس خودم میخوام لاغر کنم. جراحی نمیخوام بکنم، میخوام لاغر کنم. باشگاه میرم ورزش میکنم. ورزشی چی میری؟ چی میری؟ هوازی، رقص، پیلاتس. ژیمناستیک برو. ژیمناستیک برو. ژیمناستیک دیگه تو سن و سال من تمام استخونام خورد میشه. من فقط بلدم غیر بدم. قربونت گرت بدم. سب کن یه چیزی قربونت گرت بدم. گرت که مثلا حرف نداره. میدونی مگه غیر منو دیدی جعفر؟ گرت از اندامت مشخصه گرت چی هست. میدونی به خدا. جعفر موزیک بذار برقصم برات. میرقصی؟ آره موزیک بذار میرقصم. این بارا چه رقصی دوست داری؟ چه رقصی؟ فارسی میرقصم دیگه. میگم مثلا نرا سمیه رو میتونی برقصی؟ نرا سمیه چه بدنی داره؟ اون سمیه باجی میگی؟ سمیه باجی چطوره، خوبه؟ نه سلام هست، سلامش میرسونه، ولی میگم یعنی بندری میرقصی، کردی میرقصی، چی آذری میرقصی، چی میرقصی؟ بلد نیستم اینا رو جعفر، هیچ کدوم اینا رو بلد نیستم. رقص چی؟ ایرانی. الان مثلا برات چی بخونم برقصی؟ تو بخون من میرقصم. تو بزن من میرقصم. تو بزن تا من برقصم. فارسی بخونم یا ترکی عزیز؟ ترکی نخون، فارسی بخون. باشه اینجوری بخونم خوبه. وای دختر کردی، وای دختر کردی، دل من رو بردی، دل من رو بردی، رفتی که موشا، رفتی که موشا، منو نه بردی، یا منو نه بردی، وای دختر کردی. خودت نیومدی. برو جونم بخون ادامه مشو، برو منم باد میام. ایزان ماشالله ماشالله. ول کن رقص رو ول کن، یه چیزی بگم برات هست. مردم احساساتی میشن. فقط یه چیزی بگم. ما با احساساتشون بازی میکنیم. چی میشه؟ چی؟ میگی مردمه بابا، کی با رقص احساساتی میشه؟ عمو جعفر مال سال قلقلک میرزای این حرفا. مردم خودشو 1000 تا رقص و فیلم و شو تو ماهواره میبینن. تو این اینستاگرام پر 1000 مدل رقص منو میبینن چی میشن با این شکم و تو کلی. باشه الان چی بخونم تا برقصی عزیزم؟ میدونم تو یه جوری بخون که مردم احساساتی نشن، ولی من یه جوری میرقصم که بچه ها احساساتی نمیشن. خدا نکنه بچه ها بیادبی نمیزن. الان اینجوری مثلا بزنم تو میرقصی؟
میرقصم دیگه. یا خودت آهنگ باز کن برقص، منم تو را خوب ببینم. تخم چشمام. الان موزیک میذارم برقص. موزیک بزن قربون موزیکت بدم، بزن ببینیم چی حال میکنی. نگید چیزی ها، من میخوام برقصم. بچه های نه به خدا هیچ چیز نمیشم. همه چی رو به راه عادی هست، مسئله عادی هست، عادی هست. ای جان همه چی رو به راه عزیزم، هیچی در راه نیست. صدا میاد؟ صدا میاد؟ جعفر صدا میاد؟ صدای موزیکم؟ آره میاد. شب شدم خراب دوباره، ساقی بزن شراب دوباره، این دنیا بی جان شراب سران داره، بی جان شراب سران داره، این دنیای بی جان شراب سران داره، بی جان شراب سران داره. بده شراب نابم من مست و خرابم، زدم به سیم آخر که مخلص شرابم. بده شراب نابم بکن مست و خرابم، زدم به سیم آخر که مخلص شرابم. شب رو دیارم اونجا، دارم ندارم اونجا، همه کسی کارم اونجا، عشقم یارم اونجا، پاییز و بهارم. خواهرم بیاین خواهرم بل کن، خواهرم لایو به هم زدی. خواهرم لایو به هم زدی. خواهشن این چیزا خیلی یه جور میشه که آدم خودم هم رقصیدم ولی دارم فکر فرار دارم من. خودت گفتی برقص. نه من غلط کردم گفتم نخواستم تیر نازت را بشنم. یه جوری رقصیدیم منم پا شدم رقصیدم عزیزم. من تصویرتو ندارم. خوب کردی برقص دیگه، برقص دلت شاد بشه. خدا
ساعت بدنت را قوی کنه، همیشه برقصی قوی. گفتم مرسی بچه. به خدا هیچ از دشمنت نیست حامد. حامد میدونی یه چیزی بگم برات، لمسی رقصیدی، لمسی یعنی عین کامپیوتر یه جوری رقصیدی که دل من اینجا لرزون بید. به خدا، دروغ نگو جیگر. به خدا نه، دروغ گو دشمنت خداست. اگه مثلا مایل باشی بیا اینجا رقص رو به مردم مثلا چی یاد بدیم. مربی رقص هستی بیا یاد عزیزم من بدیم. مایل باشم تو مایل نیستی. من همینجا دارم میرقصم داری جر میدی منو. نه این جعبیه لایو خودتی، هر وقت اومدی در خدمتتون هستیم. به خدا کوچیکتم عمو جعفر، رو تخم چشمای ما اونجا خونه امید ماه، نوکرت هم هستیم ما. هیچی نمیای، هیچ کدومتون نمیای اینجا. از نزدیک پیشنهاد ترتیب دادی که هیچ کدوممون نمیان؟ چقدر پیشنهاد دادی که هیچکی نمیان؟ مثلا درد دل دنیا یه روزه 2 روزه فایده ندار چی بیاین از نزدیک به